از نمازگزاران شهر کاتلنیکی روسیه در نوار به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراجعت کرده خواستند که پیش روی قانون شکنی گرفته شود و از تحقیر مسلمانان جلوگیری گردد. در مراجعت ویدیویی گروهی از نمازگزاران مسجد کاتلنیکی گفته می شود که روز جمعه هفته گذشته 7 ایول سال 2023 هنگام گذاشتن نماز جمعه گروهی از کارمندان عمان وارد مسجد شده نمازگزاران را تحقیر کردند. سخن از حادثه سنجش و بازداشت 7 ایول است که در شهر کاتلنیکی ولایت مسکو رخ داد. آن روز کارمندان مقامات انتظامی هنگام گذاشتن نماز جمعه وارد مسجد شده دهرانه تلاش کردند نمازگزاران را پراکنده کنند. مراجعت مسلمانان کاتلنیکی روز 10 ایول سال 2023 در کانال رسمی اداره مسلمانان ولایت مسکو نشر شد. کارمندان عمان با پایافزال وارد مسجد شدند و نسبت نمازگزاران از نیروی استفاده کردند. آنجا زنان و کودکان نیز بودند. وقتی نمازگزاران که اکثرا شهروندان روسیه هستند از آنها طلب کردند که سبب چنین برخورد را شرح دهند، نیروهای انتظامی از سوختار خاموش کنک استفاده کردند. گفته می شود در نوار مراجعت کنندگان تاکید می کنند که فعالیت آنها قانونی است و آنها جمعیت مسلمانان شهر کاتلنیکی با دستگیری مفتی روسیه شیخ راویل گاینوتین تأسیس یافته است. ما تنها از حساب نمازگزاران فعالیت می کنیم، از دولت کمک نمیگیریم، بناها را قانونا اجاره میگیریم. عمل افسران عمان به صلح و وحدت بین ملت‌ها و دین‌ها در جامعه لطمه وارد میکند. گفته می شود در نوار مراجعت کنندگان تاکید میکنند که در طول تاریخ مسلمانان همیشه در پهلوی وطن بودند. میان نمازگزاران مسجد ما اشتراکچیان عملیات مخصوص نظامی نیز هستند. وقتی آنها از عملیات نظامی برگشته در خانه خود ناعدالتی را میبینند خود را تحقیر شده می‌حسابند. تاکید کردند مؤلفان مراجعتنامه. آنها گفتند که مرکز ضد نقض قانون‌های مهاجرت است، اما آنها نمی‌توانند نفرانی که قانون را ویران می‌کنند در مسجد پیگیری کنند، زیرا این باید از جانب مقامات صلاحیت دار و بیرون از دیوارهای مرکز انجام داده شود. ما به شما برای حمایت مراجعت می‌کنیم. از شما خواهش می‌کنیم که به این وضع دخالت کنید و نسبت به ویران کنندگان قانون چاره‌های سخت بینید. میگویند مسلمانان. یادآور میشویم که 7 ایول کارمندان عمان به مسجدی که در یک بنای 17 آشیانه در شهر کاتلنیکی ولایت مسکو جایگیر است وارد شده خواستند حاضرین را پراکنده کنند. آن زمان مسلمانان نماز جمعه را ادا میکردند. به گفته شاهدان نیروهای امنیتی وارد مسجد شده میخواستند همه نمازگزاران را از مسجد بیرون کنند، اما این کار به آنها میسر نشد. این رفتار کارمندان عمان را اداره مسلمانان ولایت مسکو هم محکوم نمود. در جریان این عملیات حدود 70 نفر بازداشت شدند و آنها به ویران کردن قاعده‌های بود و باش متهم گردیدند. ماه‌های آخر عملیات‌های مخصوص نیروهای انتظامی و امنیتی روسیه زیاد شده. آنها با بهانه‌های گوناگون مهاجران را مخصوصا تاجیکان را بازداشت و بازپرسی میکنند، اما سبب چنین مناسبت در حال را هیچ کدامی از مقامات روسیه شرح نمیدهند. مهاجران تاجیک در کاتلنیکی اینک 2 ماه باز تحت تعقیب پیوسته و ریدها قرار دارند.